دوستان سلام عرض کردیم. لابد میدونی آقا علی گدا اومد با رد صلاحیت ها درد شقه رو درمون کنه، اما حالا اوضاع داره بیخ پیدا میکنه و قاراشمیش اندر قاراشمیش میشه. پشم و شیشه آخوندیم از ترس عواقب این قیچی کاری شروع کرده به برنامه سازی درباره اخلاق انتخاباتی. مثلا این آیت الله شفتالوی گردالو رو آورده تا واسه رد صلاحیت شده ها روزه اخلاقی بخونه. لابد میخواد گریهشون هم در بیاره. ببینی که اگر آمدیم و این وسط حالا به یک کسی ظلم شد، به هر دلیلی شورای نگهبان احراز نکرد صلاحیت ایشون، آیا ما بیام کافه رو به هم بزنیم، شلوغ کنیم، آشوب بپا کنیم، بیاد شمشیر بکشه این وسط و بعد تمام یهود و منافقین و دشمنانی که منتظرن یه آشوبی بشه اینجا، نیشاشون تا بناگوش واز بشه، بیان خوشحالی کنن که آشوب بپا کنن؟ ولی حالا به هر دلیل الان اتفاق افتاد، ولی الان ما بیام کافه رو به هم بریزیم، بیام شلوغ کنیم، آشوب بپا کنیم، فتنه درست کنیم علیه زبل. شما دلت می‌خواست بری در نوک حمله نفر اول باشی، در معرض خطر باشی، مسئولین گفتن نه شما بیا عقب جبهه کار کن. واسه عقب جبهه کار کن. تو خودت آمادگی وقت نمی‌رفتی، خودت رفتی گفتی من حاضرم برم قواس بشم، مسیر باز کنم، معبر باز کنم. یا مثلا مسئله نماز جماعت 50 نفری میخوام نماز بخونیم، بگن آقا شما برو نماز، بگن نه حتما خب یکی دیگه بره وظیفه رو انجام بده. آخه کدو الوایی استوانه نظامو برداشتی کالباس برش کردی، بعد میگی بیا عقب جبهه کار کن، به کوسه میگی بیا قواسی کن، بعد انتظار داری آشوب به پا نکنه. اما صحبت از اخلاق انتخاباتی شد. یه نمونه اخلاق انتخاباتی رو از زبون کیهان ولی فقیه بشنوید. ببین کار به کجا رسیده که ولی فقیه دختر خمینی دجالو میکنه عایشه. شرافت و صداقت که در میان نباشد برای اردوگاه ائتلافی اموی جملی چه تفاوت دارد که جناب عایشه همسر پیامبر و دختر خلیفه اول را سوار شتر سرخمو کنند و وسط معرکه بیاورند یا پیراهن خلیفه مقتول سوم را بر سر نی کنند. در انتها توجه شما رو به اولین اکت تبلیغاتی انتخاباتی تیبریش جلب میکنیم. یه انیمیشن جذاب که هر کی ببینه سریع میره رای میده. بیشتر شبیه خود ولی فقیه میمونه که تو پرتگاه سرنگونی فکر میکرد با انتخابات میتونه واسه خودش پل نجات درست کنه، اما خبر نداشت که زیر پل دینامیت گذاشتن. موشکار